در نظام نوین عالم و روند مختلف جهانی تاجیکستان دیگر راهی الटरनेटिव्ی انکشاف ندارد. طرح‌های دیگر وجود دارند، اما در آنها تاجیکستان همچون دولتی مستقل ماهیتش را گم می‌نماید. دکترین و لایحه‌هایی که در آسیای مرکزی تطبیق می‌شوند منفعت‌های تاجیکستان ناچیز شمرده شدند. اصلا در چنین دکترین‌ها مقام تاجیکستان را به اینابت نمی‌گیرند. کنسپسیا و لایحه‌های توران بزرگ، آسیای مرکزی بزرگ، کمربند اقتصادی راه ابریشم به منفعت تاجیکستان بودن نمیتواند. لایحه خراسان بزرگ الटरनेटिव्ی کنسپسیاهای مذکور و جواب ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژی به آنها میباشد. لایحه خراسان بزرگ این اکویوالنت سامانیان بوده، تطبیق شوی آن این برقرارنمایی سامانیان محسوب می شود. البته وقت و فضا به اینابت گرفتن چیزی مهم است. چیزی مهم است، چون که اصولهای کار و فعالیت رسیدن به هدفها تفاوت می نماید. به این خاطر لایحه خراسان بزرگ در زمینه حدود سامانیان تشکل داده می شود. برحق حدود سامانیان سابق فضای حیاتی تاجیکستانی معاصر می باشد. نقش دولت سامانیان در همراه نمایی و سرزمین های قبلی خراسان بزرگ برجسته است. سهم دولت سامانیان در شکل گیری حدود گئوگرافی تاجیکستانی معاصر کم نیست. از آنچه که در هیئت تاجیکستانی کنونی حدودهای دولت سامانیان نیست جای تأسف است، ولی قسمی از آنها را در هیئت دولتی کنونی پیدا نمودیم. برقرار نمودن حدود سامانیان باید درست درک کرده شود. اینجا سخن آید به احیا نمودن اداره‌گری سلالوی نرفته، بلکه تجدید نمایی حدود اصلی 9-10 در زمان معاصر می باشد. برقرار نمایی حدود مذکور امکان می دهد که دایره های حیاتی تاجیکستان را وسیع نماییم و عدالت تاریخی را تا حد پایدار کنیم. حدود سامانیان قریب اکویوالنت خراسان بزرگ می باشد. حدود سامانیان در برگیرنده قسم حدود ایران، افغانستان و تاجیکستان بوده بخش‌های دیگری آسیای مرکزی را که در هیئت دیگر کشورها هست فرا می‌گیرد. لایحه خراسان بزرگ باعث می‌شود که در منطقه آسیای مرکزی یک مونولیت ژئوپلیتیکی واحد یک جنسه الटरनेटिव्ی سازمان محض یک رای خراسان بزرگ این کشورها محسوب میشوند. در شرایط معاصر در ژئوپلیتیک معاصر ژئوفیلسوفی نقش عقل، روح، خرد بالا گرفته ایستاده است. در تفاوت از ژئوپلیتیک کلاسیکی، اکسپانسیون حربی در ژئوپلیتیک نوترین استفاده نمی شود. به همگان معلوم است که تصرف حدود دولت دیگر مثل گذشته معمول نیست، ولی وسیع نمایی حدود دولت طبق متدهای ژئوفیلسوفی باید آسایشته صورت گیرد. البته این تکنولوژی وسیع نمایی حدود از آن شهادت می دهد که دانش‌های ژئوپلیتیکی خیلی رونق یافتند. این البته نقشی همان دانش و خردهای ژئوپلیتیکی است. با تقویت گفتار گرمانیا در جنگ یکم و دوم جهان با مقصد تقسیم نمودن جهان تقسیم شده به عملیات حربی اکسپانسیونی دست زد که عاقبت الامر موفق نگردید. ریخ نوبتی آلمان به قوه از ارتش بزرگتر خرد ژئوپلیتیکی در زمینه ژئوفیلسوفی تهیه نمود. اروپا را متحد نمود. اشتباهات تاریخی ژئوپلیتیکی را برهم دادن آرمان‌های ریخ دوم و سوم را جامعه عمل پوشانید. خرد ژئوپلیتیکی و ژئوفیلسوفی اساس لایحه خراسان بزرگ را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان سیاست صلح‌جویانه را در دوره نوی تاریخی دنباله‌گیری می‌نماید. این معنی آن را ندارد که تاجیکستان هدف‌های اکسپانسیونی ندارد. حسب کشور تصرفی سرزمین هدف وکتوری سیاست خارجی تاجیکستان را تشکیل نمی‌دهد. پس لایحه خراسان بزرگ چگونه به ما دست می‌دهد مسئله مهم به شمار می‌رود. اقدام اول پیاده می‌شود، یعنی ضرورت تشکیل خراسان بزرگ را مؤسسین احساس می‌نمایند. رنسانس آریانای بزرگ به وجود می‌آید. خاطره تاریخی به صحنه وارد می‌شود یا سیکل تاریخی تکرار می‌شود. لایحه خراسان بزرگ تحقق می‌یابد. طریقی به وجود آوری لایحه خراسان بزرگ همگرایی اینتگراسیا محسوب می‌شود. وابسته به جایگیرشوی جغرافی و وضع ژئوپلیتیکی تاجیکستان به حوزه دولت‌های فارسی زبان وارد می‌شود. دولت‌های فارسی زبان محور لایحه خراسان بزرگ را تشکیل می‌دهند. گزارش تاریخی عمومیت فرهنگی، زبانی، دینی، همجواری این سه کشور را به هم می‌پیوندد. تاجیکستان از کشورهای همجوار آسیای میانه دیده به افغانستان و ایران پیوندی کلان دارد.
طبق تأکید امام علی رحمان، اوضاع با وجود آنکه هنوز با یک اتحاد مشترک سیاسی یا اقتصادی نرسیده است، اما آن را همبستگی تاریخی، دینی و فرهنگی و دورنمای واقعی رشد ملی به هم جذب می‌کند. زمینه‌های برای همگرایی اینتگراسیا به طور کفایه موجود هست. مثل اتحادیه اروپا در اینجا مشکلات زبانی و فرهنگی وجود ندارد. تاجیکستان، افغانستان و ایران این ifade یک عمومیت آدمان با سه نام در سه حدود آسیای بزرگ می باشد که آن پیامد امپریالیسم انگلیس و روس محسوب می شود. چون فارس ها در قدیم صاحب امپری عظیم بودند و سرزمین کلانی را هم در دست داشتند، امپریالیسم آن را پاره پاره کرده این عمومیت بزرگی تاریخی را پراکنده کرد. افغانستان و تاجیکستان را بریتانیای کبیر و روسیه پادشاهی از هم جدا کردند و من بعد در زمان حکمرانی سوویتی با اساطیر حقوق خودمعین‌کنی خلق‌ها تاجیکستانی تاریخی را با اصولهای تبر تقسیم پاره کرده با حدودی کمی به آن دولت دادند. حدودهای دیگری تاجیک نشین به دولت‌های همسایه گذشته. تاجیکستان محصول و پیامد بی‌قراری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و فاجعه‌های تاریخی بود. استقلالیت کنونی آن حاصل نظامی نوی عالم می باشد. همگرایی میان کشورهای حوزه کشورهای فارسی زبان باید طبق حقوقهای برابر و عهده‌داری‌های برابر صورت گیرد. اینتگراسیا باید استقلالیت سیاسی کشورها را حفظ نماید و باعث موجودی فضای کشورهای فارسی زبان بگردد. اختلاف مذهبی، مشکلات لهجوی سد راه هدفهای استراتژیک نگردد. وحدت مذاهب از یک جانب و تحمل پذیری میان خلق‌های حوزه مذکور باید از آرزو به عمل تبدیل یابد. روابط ساحوی میان کشورهای عضو به امر مأموری تبدیل یابد. مبادله مال، عمل، خدمت رسانی، دانش، نوگانی و فناوری، آمد و رفت، صادرات و واردات، منطقه بی‌روادید پدیده‌های ابتدایی لایحه خراسانی بزرگ محسوب می‌شود. تطبیق نمایی لایحه خراسانی بزرگ در یک شرایط به میان می‌آید که مبارزه برای آسیای مرکزی میان ابرقدرت‌ها تیز و تند می‌گردد. امریکا به هر شکل کوشش می‌نماید تا دل آسیا را حفظ کرده باشد و قشون‌های خود را در خاک افغانستان به مدت طولانی مستقر نماید. اشتباه ژئوپلیتیکی روسیه، خیتای و ایران این مساعدت کردند و مانع نشدند در آمدن امریکا به خاک افغانستان بود. ولی این خطاگی‌ها را در سالهای نزدیک میتوان اصلاح کرد. ایالات متحده آمریکا افغانستان را برای خود تکیهگاه نموده تلاش آن را دارد که دولت‌های آسیای مرکزی را از تابعیت روسیه رها کرده در یک جایه با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی دکترین آسیای مرکزی بزرگ را عملی نماید. وابسته به این قید کردن ضرور است که بسروسامانی‌های در قلمرو افغانستان و منفعت‌جویی کشورها به مثل ایالات متحده آمریکا، پاکستان، روسیه تطبیق شوی لایحه خراسانی بزرگ را مشکل می‌گرداند. بلکه افغانستان و مخصوصاً تاجیکانی مسکون کشوری مذکور هنگام عملی شوی لایحه خراسانی بزرگ به سعادت می‌رسند. وابسته به کنفیگوراسیون توازن قوه‌ها و موقع‌گیری دولت‌های منطقه، روسیه جانبدار عملی شوی همگرایی دولت‌های مؤسس خراسانی بزرگ است. که روسیه از یک جانب با ایران رابطه خوب دارد و از جانب دیگر شریک استراتژی تاجیکستان است. ساختن مونولیت ژئوپلیتیکی در منطقه مذکور در زمینه خراسان بزرگ استواری را در این حوزه تأمین می‌نماید. جهانی بسیار مرکز یا بسیار قطبه که هدف روسیه می باشد هنگام تطبیق شوی خراسان بزرگ عملی می شود. ابتدای با راه بزرگ ابریشم و سیاست چینی خیتاییزاسیا تاجیکستان را به مضافات خود تبدیل داده به اکسپانسیون مالیوی و تجارتی سرزمین تاجیکستان را به کام خود فرو میبرد، یعنی به کام چینی بزرگ. در ژئوپلیتیک خیتایی تاجیکستان همچون ملک الهیده وجود ندارد. اقدام چین در 10 ساله و 20 ساله نوبتی به طور برجسته روشن می‌گردد. بحث‌های سرحدی با تاجیکستان این آغاز اقدام مذکور میباشد و این خاطر باید به اندیشه حفظ و عقل و سرزمین زیدوری زمانه‌ها رسیده باشیم. لایحه خراسان بعد عملی شدنش در هیئت کشورهای فارسی زبان و رسیدن به هدفهای استراتژی روزنها را برای قبول کشورهای همجوار می‌گشاید. آن رنسانس تاریخی بوده
همه را به جای خود میگذارد. در کشورهای دیگر آسیای میانه چنین اقتدار و امکانیت برای اتحادی خلقها و دولتها موجود است، ولی این امکانیت را دولتهای شمالی خراسان بزرگ دارند. یک نقطه ضرورت به قید است که اینتگراسیا و روند همگرایی تقاضای دور است. کشورهای عالم در این یا آن شکل در زونه علاهده اتحادیه‌های اینتگراسیونی سازمان می‌دهند. اینتگراسیا ها را همچون پدیده زمانی نو شماریده آن را میپذیرند. این را به اینابت گرفتن و دانستند که آن زینه اولی تشکل سیستم جهانی و حکومت نوی جهانی محسوب میشد. بیشتر دولت های عالم و سران دولت ها اسرار روند همگرایی را درک نکردند و ندانستند که برای دیگران شرایط فراهم آوردند. لیکن همگرایی در چارچوبه خراسان بزرگ با طرحی تماما دیگر صورت میگیرد. آن علامت عنصری همگرایی جهانی را نمایش داده در مناسبت با طرح حکومت جهانی و سیستم نوی جهانی و نظمی در موقع مرکز گریزی قرار میگیرد. زیرا تشکل نظام نوی جهانی با طرح اتلانتیستی به منفعت کشورهای شامل خراسان بزرگ نمی باشد. لایحه خراسان بزرگ این شکننده خط دیوران محسوب می شود. عامل گیدراسفری نمی تواند سبب سدگذاری و معین کننده فضای خراسان بزرگ باشد. تطبیق شوی لایحه خراسان بزرگ معنی آن را دارد که در فضای ژئوپلیتیکی مذکور هیچ یک قوه و ابرقدرت منفعت ندارد و در این منطقه منفعت جویی کردن نمیتوانند. این لایحه طرحی را میماند که گسترش یابنده بوده با طرف ارزش‌های اجنبی کوشش مدرن شدن را ندارد. مکانیزم و پروسیدور لایحه خراسان بزرگ چنین است که تلاش می شود تا دیگران به آنها بپیوندند، نه اینکه جزئی برنامه دیگران بگردیم. به غرض عرضه کردنی هستیم که در میان کشورهای عضو خراسان بزرگ تنها ایران استقلالیت سیاسی دارد. ایران در سیاست داخلی و خارجیش پایبند یگان نیروی خارجی نبوده اراده مردم و حکومت و رهبریت اساسی آن تشکیل می‌دهد. با آن نگاه نکرده که ابرقدرت جهان نیست، لیکن در منطقه مقام و ایمیج مخصوص را صاحب است. با چنین شکل استقلالیت و دولتداری در عالم معاصر کم کشورهای هستند جوابگوی نشان دهنده های استقلالیت باشند. یک جهت ضرور به قید است که اگر ایران در حوزه ژئوپلیتیک خود را مستحکم نکند، فشار همه جانبه را قبول می نماید و آن نمی تواند همیشه ابجکت تحریم های کشورهای دیگر باشد. و این خاطر باید افغانستان و تاجیکستان با هم سازند. ایران ضرورت و خطی مقاومت دارد و نیازش با لایحه خراسان بزرگ بیشتر است. طبیعتاً شریکان استراتژیکی بودن ایران و تاجیکستان نه تنها به منظوم آن است که این دو کشور دارای مشترکات زیادی فرهنگی از جمله زبان، دین، تاریخ و علم و ادب، اینچنین رابطه‌های اقتصادی، تجارتی و سرمایه‌گذاری نیز جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین شریکان خارجی تاجیکستان است. افغانستان قلب آسیا محسوب می‌شود. آن عیناً همانند هارتلند میباشد. برخورد منفعت‌های دولت‌های ابرقدرت جهانی و منطقوی در افغانستان روی می‌دهد و به این خاطر ابجکتیواً افغانستان آسوده ماندن نمی‌تواند و آن مکانی برخورد هاست. افغانستان به منطقه های ماجرا و به پارالل 30 و 40 وارد می شود. هیچ دولت ابرقدرتی در خاتمه یافتن جنگ در افغانستان منفعت دار نیست، چون که این زمین وسیله تطبیق شوی منفعت ها و لابراتوری سیاسی برای ابرقدرت ها می باشد. لایحه خراسان بزرگ واریانتی مناسب برای اعتدال آوردن وضع در افغانستان می باشد و پرابلم افغانستان را باید در دایره دولت‌های عضو خراسان بزرگ حل کرد، چون که دیگر یگان نیرو خواهان ثبات و امنیت در افغانستان نیست. ضرر و زیان دیدن افغانستان این فایده و منفعت دولت‌های نئو امپریالیست محسوب می شود. به این خاطر لایحه خراسان بزرگ این شکستن نقش‌های نئو امپریالیست ها در پهنای خراسان بزرگ می باشد. درک محتوای خراسان بزرگ و تطبیق با ثمر آن امکان می دهد که افغانستان ابجکت بازی بزرگی نوبتی نگردد. ما از آغاز استقلالیت تاجیکستان احیا و گسترش روابط همکاری وسیع را با افغانستان از سمت‌های مهمترین سیاست منطقوی و بین المللی دولتی خود می دانیم. این سیاست اصولی و استراتژی ماست
که به نفع مردمان کشور ما و تحکیم امنیت و ثبات منطقه و جهان روانه گشته است. لایحه خراسان بزرگ برای تاجیکستان اهمیتی سیاسی و استراتژی دارد. با در نظر داشت وضع فعلی تاجیکستان و آینده لایحه مذکور ضرور است. تاجیکستان دولت اونیتری با واحدی اتونومی میباشد، یعنی تاجیکستان دولت یگانه ساده نبوده، احتمال فدرالی کنانی دولت اونیتری با راهی از نو کشیدن مرزها وجود دارد، ولی در حال تطبیق شوی لایحه خراسان بزرگ این مشکلی از میان می رود، زیرا بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان می پیوندد و بحث از نو کشیدن مرزها از میان می رود، وگرنه دولت های منفعت دار عین مسئله کردستان در میان تاجیکستان و افغانستان در سیمای بدخشان به میان می آورند. لایحه خراسان بزرگ امکان نمی دهد که تقسیمات و از نو تقسیم نمایی مرزها و حدودها به میان بیاید و به ابیکت اداره کنی دیگران تبدیل شویم. مورد بقای است که لایحه خراسان بزرگ همچون اندیشه بزرگ در دستی آدمان ضعیف قرار نگیرد. مادامی که چنین لایحه رخ میدهد، لایحه مذکور را بهر دستیابی به منفعتها و برای نائل شدن به غرضهای ژئوپلیتیکی اشان استفاده میبرند. با چنین شکل دولت اسلامی عراق و شام در افغانستان در اندیشه سازمان دادن ولایت خراسان اقدام نمودند. باید دولت‌های منطقه مانعی عملی شوی اقدام مذکور بگردند. ناکامی تطبیق شوی ولایت خراسان دیش هنگام واقعیت پیدا می‌نماید که اگر لایحه خراسان بزرگ کامیاب شود. لایحه خراسان بزرگ الटरनेटिव هر کدام کانسپسیا و لایحه ژئوپلیتیکی در حوزه و منطقه به حساب می‌رود. پیش‌دستی نمودن دیگر نیروها در نسبت تطبیق نمودن لایحه ژئوپلیتیکی باید بی تاثیر نباشد و نیروهای پیشبر ما را میباید زود حرکت نماید. استقلالیت سیاسی تاجیکستان زمان فراهم می آید که اگر کشور به خودکفایی رسیده باشد، ولی شرایط جهانی و منطقوی از یک جانب و منفعت‌های دولت‌های ابرقدرت از طرف دیگر در به افتر که رسیدن کشور مانع می‌شوند. به این خاطر قبل از همه ضرور است تا تأثیر به شرایط منطقوی رسانیده باشیم. تأثیر رسانی در حالت عملی می شود که صاحب اقتدار و نیروی عظیم باشیم. از این خاطر لایحه خراسان بزرگ این انعکاس کننده نیروی عظیم، اکتور منطقوی و وسیله تأثیر به شرایط منطقه و ثانیاً به شکل گیری روند سیاست جهانی می باشد. در شرایط معاصر خارج از نظام نوین عالم که مال الیت سیاسی جهانی است، ترتیبات دیگری را اعتراف کردنی نیستند. در چنین نظام جهانی استقلالیت سیاسی را تنها مقداری کمی از دولت‌ها کسب کردند و به دیگر کشورها به قدر ضروری استقلالیت دادند. استقلالیت سیاسی کشورهای عالم از جمله تاجیکستان در چارچوبه نظم نوین عالم اندازه گیری می شود. در چنین حالت اراده تاجیکستانی دولتداری عملی گردیدن نمیتواند، زیرا که شرایط جهانی امکانیت نمیدهد. اندازه‌گیری استقلالیت سیاسی تاجیکستان در شرایط نظم نوین جهانی ضرورت به بازنگری کارشناسی دارد که بعد تحقیق پدیده اراده سیاسی و تصمیم سیاسی معین می شود و تا کدام اندازه صاحب اختیار بودن تاجیکستان معلوم می گردد. لایحه خراسان بزرگ هم برای تقویت استقلالیت سیاسی تاجیکستان، انکشاف و تکمیلی من بعد آن و حفظ کشور می باشد.